اومدیم بازی پایتخت رو بازی کنیم و از درون روش باز بدیم. بازی که بعضیا میگن بازی خیلی در نخور، بعضیا میگن بازی خیلی خوبیه. بریم اون رو نصبش کنیم و نظراتشو بخونیم. خب من سرچ کنیم بازی پایتخت علی آباد، بازی جذاب پایتخت، بازی جذاب و 3400 داون ستاره. خب شروع می‌کنیم. فصل یک درسته. فصل یک چپ میره میگه بهارستان متحری، اصلا یه جور برخورد میکنه انگار معاون پارلمانیه. پسر خاله یک بار برای همیشه دور درون تا بکش. بروا خوبه اونجا. سرگلو داره بزنی، سرگلو داره، یعنی عنکبوت حق اومده بین الابری تو جدی خوبه. یعنی ما این گوگل مپ دقیق نشونه گرفته اومده جای ما رو تو روکیشونی زده. اگه برده بودی اون بر اونجا ازت میگرفتم میدیدی چی میشد؟ شمشیر گل با شمشیر گردنتون رو خوبه خدا. Ladies and gentlemen, another one to take it before بزنش چه بابا. خب بعد این ستاره. سلام فهیم چی شده؟ باشگاه من رو اخراج کرده. سلام بهداشت، نه چیزی نشده. بلند شد دست از صورت رو بیار. آجی صورت ها رو نگاه کن. فقط بهداشت کیفیت صورت بهداشت و عشق. خیلی بد طراحی کردن صورت بهداشت در رسوله. فقط فهمیه کردن. من شدم دست از صورت برگشت و به حال ای خدا یه چیزی شده دیگه به من نمیگی. گل چیزی نیست، فقط بهبود چی با اون تیم مثلا چیزی شده. فکرش نمیشه بابا سندروم دستشو علامت کرده یا نه قطع میکنن دستش هزینه زیاده. حالا دایی جان همون راست میگه. حالا چقدر هست زیاده دایی جان زیاده. ای خدا چرا قطرهای چیکون خبر میده با آدم اصلا میشه. چرا قطر چیکون خبر میده آدم اصلا 100 میلیارد دایی 100 میلیارد تومن. یا خدا اگه جراحی نشش یه چیزی دست بر قچ به بزرگه. خب رد کنیم رو دیگه. نه بریم اینجوریه. بابا این نمیره لاین بعد من میکشم خودش رفت. نگاه کن یه دقیقه دیگه بازی میکنیم بعد نمره بهش میدیم. چه طرزشه چون ماشین صدمه نمیبینه من تصرف میکنم. آقا شما اگه این دست نانو 10 بار کشیدم. نگاه دارم میکشم الان کشیدیم نگاه چقدر دیر میره. خب بلش کنیم. اوکی من این خروج زنی من بهشت 4 از 10